بال خودت. ببین عزیز من، در قدم نخست وقتی ما در مورد قرآن صحبت میکنیم باید پیشفرض بگیریم که قرآن مصحف هست. مصحف چرا به این کتاب میگیم؟ به خاطر که این کتاب روایت شده هست، از جانب الله به محمد نیامده که از جانب محمد به ما آمده باشه. نه خیر، قرآن راوی داره، پس قرآن روایت هست. و کتابی که مصحف و قرآنی که مصحف هست راوی داره. راویش چی کسی است؟ خب راویش حفص هست که از قرائت عاصم آورده. عاصم قاری قرآن بوده. قرائت در زبان عربی چی معنا میده؟ قرائت گذاشتن فتحه، گذاشتن کسره، گذاشتن ضمه، گذاشتن زیر و زبر و پیش در متن عربی هست که زبان کوفی نداشته، این نوشته کوفی یا خط کوفی نداشته این ویژگی ها را. قرآن زبر و زیرگذاری شده توسط امین قاریان. خب قاری به نام عاصم چیکار کرده؟ قرآن را قرائت کرده و قرآن را نوشته به اساس قرائتی که خودش مناسب حال خودش میدانسته. خب ما در میابیم شاگردی به نام حفص داشته. شاگردی به نام حفص داشته، حفص ابن سلیمان. همچنان فکر میکنم کوفی بود اگر فراموشم نشه. عاصم هم فکر میکنم کوفی بود اگر فراموشم نشده باشه. خب چیکار میکنه؟ حفص میاره قرآن را از اون زمان به امروز. قرآنی که در دست من کاوشه است، این قرآن روایت حفص از قرائت عاصم هست. عاصم ابن ابی نجود، حفص ابن سلیمان. اگر شما در کتاب رجال شناسی چه شیعه چه سنی بگردین دنبال این آقا که حفص چی کاره بوده، ما برای این که سندی را از راوی بپذیریم در علم نمک گندیده اینها به نام علم رجال، ما باید این راوی را بشناسیم. چگونه زندگی میکرده، با کی زندگی میکرده، چی کاره بوده، حافظش چگونه بوده، تعداد اعضای خانوادهش چند نفر بوده. سر ما را وارد خانه دیگران باید کنیم. این را مسلمانان علم میگن. خب شما اگر شخصیت بزرگواری به نام حفص ابن سلیمان را در کتب رجالی شیعه و سنی مطالعه کنین، نه تنهایی که دروغگو بوده بلکه مشهور به دروغ گفتن بوده. یعنی شهرت داشته اصلا این آقا. مثل چی کسی؟ مثل اون خب یک فردی را شما شاید در بین دوستانتان یا در بین همشهریانتان بشناسین که میگه او آدم بخی شهرت داره به دروغگویی. مسلمانان برای این مالکشی پیدا کردن، میگن حفص برای ما در متن حدیث دروغگو است، اما در قرآن دیگه آمده راستگو شده. ببینید چه ملتی را ما گیر آمدیم. حفص میگه در روایت حدیث ضعیف السند هست، اما در روایت قرآن دیگر حفص برای ما حجیت داره. چرا؟ خب چون قرآن را گویا راز گفته، دروغ نگفته. خب فرد دروغگو نمیتونه قرآن را دروغ بگویه؟ میتونه دیگه. حالا چرا نتانسته؟ مسلمانان خودشان را فریب میدن. میایم بالای مسئله بعدی، جمع‌آوری قرآن در سوره هجر. بله این آیت هست که ما قرآن را نازل کردیم و خود ما نگهبان آن هست و جمع‌آوری کردیم، گویا نگهبان بودنش هست. ببینین مسئله این که قرآن جمع‌آوری شده، در جمع‌آوری قرآن علی که بیچاره زور نداشته بارها آمده که چیکار کنه اون قرآن خودش را سر و صدا برای من مزاحمت میکنه. این صدا رو من نمیدونم این صدا رو چگونه خاموش کنیم پویا جان، اون حواس ما پرت میکنه وقتی گفتگو میکنم. و قرآن را گویا عثمان جمع‌آوری کرده. خب ما باید یک موضوع قبل از این بدانیم. شیعه و سنی دو تا شاخه مهم اسلام که او خود را مسلمانتر از او میدانه و او خود را مسلمانتر از او میدانه. صدها روایت در کتب شیعیان، روایت های متفاوت در کتب سنی ها اهل سنت برای تحریف قرآن عظیم الشأنشان وجود داره. قرآن را عمر تحریف شده میدانسته، قرآن را عایشه تحریف شده میدانسته. اون آیتی را که عایشه گفته باز خوردهش دیگه قرآن تحریف شده است. حالا اون یک روایت از زبان عایشه آمده، عمر میگه آیت سنگسار در قرآن بوده.
باز کنیم قرآن را. در کجای قرآن ما آیت سنگسار داریم؟ بنابراین قرآن تحریف شده هست و قرآنی که در دست ما هست، این قرآن نصف این کتاب با قرائاتی که در کنار قرائت عاصم هست چی داره؟ مغایرت داره. یعنی تقریبا چند تا 50% این کتاب اختلاف قرائتی داره با قرآن های دیگر. مثلا قرآن قرائت ورش را اگر شما بیارین 50%ش با این کتاب نمیخوانه. چرا؟ چون زبان عربی یک ویژگی داره. اگر شما جای زیر و زبر را عوض کنین فاعل مفعول عوض میشه. مثلا یکی از اشتباهات مشهوری که در قرآن وجود داره که بتونم سندی برای این حرف خودم داشته باشم، اون اشتباه را ما برایتان موز کامپیوترم فرار میکنه، پا کشیده چی بلا، برایتان من میارم عزیز من. ببینین که در قرآن اشتباه رایج زیر و زبرگذاری وجود داشته. در همون زمانی که قرآن را گویا چی کردن؟ کتابت کردن. میریم به سوره انفال، آیه 65 سوره انفال را باز میکنیم با دوستان. البته این سوالات طولانی هستن، من در مورد اینا باید حداقلش 10-15 دقیقه صحبت کنم. جان دلم دوستان منتظر هستن. میریم به سوره انفال. ببینین عزیزان، آیت 65 سوره انفال. ای پیامبر، ای پیامبر، مؤمنان را به جنگ برانگیز. اگر از شما 20 تن باشند و در جنگ پایداری کنند، بر 200 تن غالب میشن، یعنی بر 200 تن غالب میشن. 20 در برابر چند نفر؟ در برابر 200 نفر. و اگر 100 تن باشند بر 1000 تن از کافران پیروز میشوند، زیرا آنان مردم عاری از فهمند، یعنی نفهم هستند، کافران احمق هستند. دیدین که الله بلند پروازی کرده. چی گفته؟ گفته شما قوی‌تر از چی کسایی هستین؟ از کافرها هستین. یک آیت میریم پیشتر. ببین اشتباهی که من گفتم که در قرآن پیدا میشه. میریم به آیت 66 امین سوره. من گوشیمو بردارم پیشتر بیارمش. آیت 66 سوره انفال. متن عربی آیت با ترجمهش. الان یعنی مردم عزیز ایران هم میگن الان. الان یعنی اکنون خفف الله عنکم، الله بر شما تخفیف داد. و علمه، علمه، ببینید دوستان عزیز، زبر زیر زبر، و علمه و فهمید، ان فیکم ضعفا، که در شما ضعف وجود داره. باید میگفت و علمه و فهمان شما را که در شما ضعف وجود داره. متوجه میشین دوست نازنینم؟ این زیری که در زیر علمه آمده، این باید در بالای چی می بود؟ در بالای لام می بود، نه زیر لام، بلکه زبر لام می بود. این رقم باید آیت می آمد. الان اکنون خفف الله عنکم، الله برای شما تخفیف داد. و علمه و فهماند شما را، عنکم به این بر می گرده، و فهماند شما را ان فیکم ضعفا، که در شما چی وجود داره؟ ضعف وجود داره. الله اینجا گفته فهمید، یعنی نمی فهمید. الله مگر دانای مطلق نبود؟ چرا در این آیت یک آیت قبل آمد لاف زد و در آیت بعدی گفت فهمید که شما مسلمانان غیرت ندارین آنچنانی که من برایتان میگفتم؟ این علمه اشتباه هست، باید علمه می آمد عزیز من. و این زیر به جای زبر زیر گذاشته شده در این آیت. این اشتباه هست. اینجاست که ما در میابیم. متوجه شدید جان دلم؟ اینا اشتباهات رایج قرآن هستند که ثابت میکنه که قرآن زیر و زبر گذاری